به شما گفتم برای باهوش شدن با 12 سال برید مدرسه، 4 سال دانشگاه، 6 سال تحصیلات تکمیلی که درش احتمالاً بیکار بشید. حقیقت اینه، باهوش شدن در واقع خیلی آسونه. مشکل اینجاست که بیشتر توصیه توی اینترنت خیلی مزخرفن، مثل برو مویز بخور تا باهوش بشی. اینقدر فلسفیان که فقط افلاطون میفهمشون. باهوش بودن واقعی یعنی چی؟ یعنی بتونی مهارت‌های مفید یاد بگیری، مسائل رو حل کنی و توی مکالماتت حرفی برای گفتن داشته باشی. شما کلی کتاب میخونید، کلی ویدیو آموزشی میبینید و یه ساعت بعد همه‌شو یادتون رفته. انگار نه انگار. چرا؟ چون مغز شما طوری برنامه‌ریزی شده که هر اطلاعاتی رو که فکر کنه بی‌فایده است فوراً پاک میکنه. تنها راه باهوش شدن اینه که به مغزت ثابت کنی این اطلاعات مفیدن. چطوری؟ با تمرین کردن. ما 2 مدل تمرین کردن داریم که در ادامه راجع بهشون صحبت میکنیم. اولی، تمرین واقعی. شما با دیدن ویدیوی آموزش بافتن مو یا گره زدن کراوات هیچ یاد نمیگیرید. شما باید همزمان با دیدن ویدیو خودتون هم اون کارو انجام بدید. این یعنی تمرین. یه فصل کتاب در مورد فیزیک خوندی؟ عالیه. حالا پاشو برو تمرینات مربوط به اون فصل حل کن. اینجوری مغزت میگه آهان این اطلاعات مفید بود، نگهش میدارم. دومی تمرین ذهنیه. اگه داری در مورد سخنرانی یاد میگیری و هفته دیگه یه ارائه مهم داری چی؟ الان که روی استیج نیستی و مخاطبی هم وجود نداره. راه حلش تمرین ذهنیه. کل پروسه رو تو ذهنت تصور کن. خودت رو روی صحنه ببین، اون رو حس کن، مخاطب رو نگاه کن و جملات اولیت رو با اعتماد به نفس کامل بگو. این تمرین ذهنی مسیرهای عصبی رو دقیقاً مثل تمرین واقعی تقویت میکنه و به مغزت میگه این اطلاعات مهمه، نگهش دار. میدونی چرا همه چیزای مدرسه یادت میره؟ چون مدرسه با امتحان سعی میکنه یه موقعیت ساختگی برای استفاده از اطلاعات بسازه. ولی مشکل اینجاست که به محض تموم شدن امتحان مغزت میگه آخیش دیگه به این اطلاعات مزخرف نیازی نیست و همه‌شو پاک میکنه. ویدیوهای یوتیوب، حتی همین ویدیو هم همینطورن. اگه فقط تماشاشون کنی فردا یادت رفته. پس باهوش شدن آسونه، چون راه حلش ساده است. اطلاعات رو به کار بگیر. به جای حفظ کردن، سوال تمرینی حل کن. چون سوال شبیه سازی موقعیته. به جای فقط خوندن کتاب، برو یه فصلش رو انجام بده. حالا دیدی؟ آسون بود. برو یه چیزی یاد بگیر و انجامش بده.